آقای عزیز دلم، سلام عرض ادب. میرسیم برای هستم رفقا با یه آموزش خیلی خیلی خفنه دیگه هستم خدمتتون در مورد صحت سنجی کد ملی که ببینیم چه به دردمون میخوره، اصلا چطوری باید باش کار کرد و اینا، چه فرمولش چیه و به چه شکل باید توی زبان دارت نوشتش. خب توی قدم اول باید خدمت حضورتون بگم که ببینید یه سری جا هست، اصلا به چه درد میخوره این کار. یه سری جا هست توی اپلیکیشنتون شما قراره که کد ملی از کار براتون بگیری و فقط براتون مهمه که این کد ملی فیک نباشه، الکی چیزی نزده باشه، عددی نیاد یه 10 تا کاراکتر بزنه و تموم شه بره. خب به خاطر همین باید بیاین چیکار کنین، باید بیاین این فرمول رو توش پیاده سازی بکنین که بتونین از این امکان استفاده کنین. خب حالا اینکه چطوری پیاده سازی میشه و اینا، خب ساده است، یه فرمولی داره که باید باهاش کار کنیم. با من همراه باشین، خیلی مخلصیم. بسیار عالی. خب من برای اینکه بتونم این کار رو انجام بدم یه کامند باز کردم که حالا بتونم توی اون کامند بیام اینو براتون بنویسم و بریم جلو. خب طبیعتا کاری که ما میخوایم بکنیم یه فرمولی داره و ما اگر که طبق فرمول کد ملی این کار رو انجام بدیم اوکی و امکان پذیره. خب میایم چیکار میکنیم؟ توی قدم اول میایم یک مثلا کد ملی رو از کاربر میگیریم. من الان یک کد ملی رو که میدونم فیکه اینجا وارد میکنم، میزنم چند، میزنم 6 0 0 1 0 8 9 به این شکل. خب این هست. قبلش اینو بهتون بگم که هر جایگاهی از کد ملی ما، یعنی هر کدوم از اینایی که داریم اینجا میبینیم یه جایگاهی داره. مثلا این یکی 10، این یکی 9، 8 7 6 5 4 3 2 و 1. یه نکته بهتون بگم که ما با این هیچ کاری نداریم و اسمش رو میذاریم رقم کنترلی، یعنی قرار در نهایت با این کنترل کنیم که ببینیم آیا درسته یا نه. پس جایگاه یکمون رو باهاش هیچ کاری نداریم. خب ما وقتی جایگاه ها بیایم چیکار کنیم؟ بیایم هر کدوم از به اصطلاح اعدادی که داریم رو ضبط در جایگاهش کنیم. مثلا یکی میشه 60، این یکی میشه 54، این یکی میشه 0، بعدیش هم 0 6 0 32 27 14 و در نهایت این هم که کاریش نداریم. خب به اصطلاح ضرب اینا چند میشه؟ جمعش عذرخواهی میکنم، ماشین حساب باز کنم. میگیم که 60 به اضافه 54 به اضافه 0 به اضافه 0 به اضافه 6 به اضافه 0 به اضافه 32 به اضافه 27 به اضافه 14 شد 193. بچه صفر رو نیازیست جمع کنیم، حالا من چون گیج نشین جمع میکنم. خب شد چند؟ شد 193. حالا من باید بیام تقسیم با باقی مانده بر 11 انجام بدم. به این شکل باید 11 انجام بدم که یک جوابی بهم که باقی مانده یا آری من داشته باشم. خب باقی مانده اسمش رو میذاریم آر. خب میام چیکار میکنم؟ میگم 193 تقسیم بر 11. حالا میگیم که در ضرب در 11 میشه 187 منهای 193 شد 6. باقی ماندهمون شد 6. ما بقیش اصلا مهم نیست، در اصل ما این 6 رو داشته باشیم. توی مرحله بعد میام چیکار میکنم؟ میام میگم که 11 قبل از اینکه باز بگم این عدد به دست اومده باید ارزم به حضور شما بزرگتر مساوی 2 باشه. خب و ارزم به حضورتون که توی اینجا میگم چی؟ میگم که 11 منهای 6 مساوی چند؟ مساوی 5. این که گفتم رقم کنترلی یعنی این، یعنی این عدد آخر باید 5 می بود ولی الان به اصطلاح 7. یا اصلا نه به خاطر، یعنی یکی از این اعداد اشتباهه، شاید اصلا آخریش درسته
ولی خب یکی از این اعداد اشتباهه که این فرمول درست نیومد. بذار یک کد ملی بنویسیم که درست در بیاد دیگه. خب میگم چی؟ میگم یک کد معتبر 1 7 5 5 5 4 3 8 2 و 4. خب طبیعتا توی اینجا میام از اول ضربش میکنم. خب این میشه 10 7 9 7 ضرب در 9 میشه ارزم به حضور 63. اینجا 40 35 30 20 12 24 و 4. بذاریم جمعش چند میشه. میشه 10 به اضافه 63 به اضافه 40 به اضافه 35 به اضافه 30 به اضافه 20 به اضافه 12 به اضافه 24 و به اضافه 4 شد 238. 238 تقسیم بر 11 21. 21 ضرب در 11 منهای 238 میشه 7 تقسیم بر 11 این عدد رو 7. حالا اینجا میگم 11 منهای 7 میشه 4. کد ملی معتبره. خب بریم آقا اینو توی به اصطلاح برنامه نویسیم بیایم پیاده سازیش بکنیم یک همچین عملی رو. خب حالا توی قدم اول کاری که میکنم میام یک فانکشن مین مینویسم. فانکشن مین خودم که طبیعتا باید بنویسمش. میام یک استرینگ تعریف میکنم، اسمش رو میذارم کد و مساوی با رشته خالی قرار میدم، یا اصلا میام همون کد ملی رو داخلش مینویسم 175 550. خب به این شکل. حالا سوال چرا من دارم استرینگ انتخاب میکنم؟ به خاطر اینکه یک سری از کد ملی ها با 2 صفر شروع میشه یا با 0 شروع میشه، پس نمیتونم اینتیجر در نظر بگیرم، چرا؟ چون اون موقع به نتیجه دلخواه هم نمیرسم. خب میام چیکار میکنم؟ توی قدم بعدی یه لیستی درست میکنم از استرینگ که اسمشو میذارم codes و مساوی قرار میدم با code دات split. الان توضیحش میدم براتون. خب اینجا چیکار کردم؟ اومدم تک تک این آیتم ها رو ریختم داخل این لیست. تصور کنه این تکست فیلدتونه و اینجا در نهایت اینجاش کار شما شروع میشه. میام تک تکش رو اسپلیت میکنم. توی اسپلیت وقتی که هیچ پترنی نزنین میاد به اصطلاح تک تکش رو میاد اسپلیت میکنه و میریزه داخل لیست. در نتیجه اگر که من اینجا یه پرینت بزنم کد اجرا بگیرم، میبینی الان به این شکل به من نمایش شد. درسته؟ خب حالا یه مشکل اینجا هست. ببین مثلا من میگم اینجا خونه صفرمش رو برای من پرینت کن. اینجا خب یک خونه صفرمش یک. اوکی. میگم ران تایم تایپش چیه؟ میگه استرینگ. آها این شد مشکل ما. من میام اینو داخل یک پرانتز میذارم و اینجا می نویسم int dot parse. تا اینجا اوکیه. الان گفت چیه؟ الان گفت run time تایپش اینته. پس در نتیجه من حواسم باید به این نکته باشه. خب توی فور نوشتن ها یه دونه فور این داریم که به دردمون نمیخوره، یه دونه فور معمولی داریم و یه دونه فور ایچ داریم که من میام یه فور معمولی می نویسم و میگم تعدادش به چند بار این تکرار شه. میگم codes dot length منهای 1. یه توضیح بدم چرا از این نوع حلقه فور دارم استفاده میکنم. به خاطر اینکه من به این موقعیتی که داخلش هستم دست پیدا کنم، بدونم که آقا الان دفعه چندم، توی خونه چندمم. خب حالا بعد از اینکه این کارو کردم میام 2 تا ارزم به حضور شما یعنی 3 تا درس متغیر تعریف میکنم. یه دونه اینجا خارج از حلقه قبل از حلقه یه دونه این تعریف میکنم، اسمش رو میذارم R یا همون ریزالت و مساوی قرار میدم با 0. مقدار اولیه‌اش 0 و بعد از اون میام توی حلقه ای که دارم 2 تا متغیر دیگه هم تعریف میکنم. میگم آقا یک اینت x داریم که مساویه با codes
اوکی کد دات لنت منهای آی. بعد توی قدم بعدی میبینی که حالا توضیح میدم اینا رو بهتون. یه اینت ای مثلا داریم یا اینت وای مثلا داریم که این مساویه با اینت اینت دات پارز سورسش چیه؟ کودز خونه آیو. اینم تا اینجا میذارمش. خب تا اینجا یه توضیح بدم که چیکار کردیم. اینجا بچه ها اومدیم الان من اگر که یه دونه پرینت اینجا بذارم و x رو ببینم یه اجرا بگیرم میبینیم که آقا از 10 تا 2 رو برای من اومد. چرا تا 2 اومد؟ چرا تا 1 نیومد؟ به خاطری که من یه منهای 1 اینجا گذاشتم و اگر که این منهای 1 رو برمی داشتم تا 1 میومد، چون من اصلا تا جایگاه چند نیاز دارم؟ تا جایگاه 2 نیاز دارم. پس منهای 1 رو اینجا قرار میده. پس این از این، چون میخوام هر کدومش رو ضرب کنم و اگر که بیام یه پرینت از وای بگیرم طبیعتا هم مشخصه که همش رو از 1 تا 2 که اینجاست میاد به من نشون میده. خب این از در نتیجه توی قدم بعد میگم که R مساویه یا به اضافه مساوی چیه؟ یه پرانتز باز میکنم میگم X ضرب در E. به این صورت. مشکلم اینجا چیه؟ مشکل اینه که یکیش اینجا دابل تعریف شده که داره میگه بذار خب ایرادی نداره اینجا میگم این دات پارت برای اینکه حالا وقتمون گرفته نشه. عذرخواهی میکنم من اینجا اینو بعد وای میکردم، چرا ای گذاشتم؟ طبق همون چیزی همون اول گفتم داشتم عمل میکردم. خب آقا من اینو پاک میکنم و در نتیجه من اینجا به ازای هر کدومش میام حالا اون ضرب رو اول یه خروجی میگیرم ببینم وای ضرب در x ضرب در y چند شده، یه خروجی بگیرم ببین دقیقا همون عدد است 10 63 40 35 و تا ادامه. خب حالا و در نهایت باید این حلقه رو دیگه داخلش کاری ندارم و هر کاری که دارم اینجا داخل خود حلقه است که میگم اینجا یک بوله یه بولیان تعریف کنم اسمشو میذارم ولیدیشن و مساوی قرار میدم با چی؟ با این که آیا یک مقدار میرسم آیا 11 مساوی 11 منهای یک عبارتی مساوی هست با int dot parse codes خونه نهم. و اینجا عبارت هم چیه؟ اینجا عبارت هم ارزم به حضور شما میشه اون آری که نوشتم تقسیم بر 11. خب یه توضیح بدم اینجا میام چیکار میکنم توی این مرحله اول میام اینو به دست میارم. خب میگم که 11 منهای باقی مانده آر تقسیم بر 11 خب آیا مساوی هست با اینت دات پارس یعنی پارس کردن خونه نهم اندیس نهم، چون اینجا از صفر شروع میشه دیگه میگم اندیس نهم لیست کودز. خب بعد از اینکه اینو چیز کردم میگم که چی؟ میگم یه ایف میذارم میگم ایف validation true بود بگو که توی اینجا ارزم به حضور شما پرینت کن کد ملی معتبر است و در غیر این صورت
پرینت کن نامعتبر. خب یه بار رام بگیرم، کد ملی معتبر است، دقیقاً به همون نتیجه که میخواستیم رسیدیم. یه عدد دیگه میذارم نامعتبر. دیدین خیلی قشنگ داره الان بچه‌ها کار میکنه، این واقعا چیز شیرینیه. خب حالا یه نکته، برای اینکه بتونم تو کل اپلیکیشن استفاده کنم از این قانون و حالا چیزی که دارم، اینو من کلا برمیدارم تا اینجا کاتش میکنم، یک متد درست میکنم که بولیان ریترن میکنه و اسمشو میذارم مثلا ولیدیت و داخل این ولیدیت یک required string کد میگیرم به این شکل و اینو داخلش قرار میدم و توی اینجا خب اینو دیگه الان بهش نیازی ندارم و عرضم به حضور شما اینجا در نهایت میگم که ریترن کن ولیدیشن رو و توی باز اینجا قبل از اینکه حالا بخوایم کدا رو شروع کنیم یا هر کاری که بکنیم میام یک if میذارم، میگم که if کدی که داره برات میاد طولش مساوی با 10 بوده. البته اینجا بگم مساوی نیست با 10، اگه مساوی نیست با 10 ریترن بکن فالس رو. خب چه اتفاقی میفته؟ چرا اصلا گفتم مساوی نیست؟ چون اینجا دیگه نیازی نباشه به else نوشتن. خب بیاد مستقیما برگردونه فالس برگردونه. خب و توی اینجا یک ولیدیشن حالا میام تعریف میکنم، می نویسم یه بوله validate v مثلا تعریف میکنم، مساوی قرار میدم با چی؟ با این متد validate کد رو هم بهش میدم و اینجا حالا تصمیم میگیرم که اینو کپی کردم، اینجا تصمیم میگیرم که اگر که v درست بود بیا پرینت کن چی؟ کد ملی معتبر. در غیر این صورت بیا پرینت کن نامعتبر. خب این از این و همین در نهایت یه بولیان اینجا ریترن میکنه. خب بذار اینو امتحان بکنیم. خب کد ملی معتبره، یه رقمشو کم کنیم نامعتبر شد. خب حالا بریم چیکار میکنیم؟ میام قبل از اینکه آقا اینجا ریترن بکنیم یه چیز دیگه هم پرینت میکنیم، پرینت کد ملی باید 10 رقم باشد. یه اجرا میگیرم. خب کد ملی هم که میگه معتبره، پاک میکنم یه عددشو، کد ملی باید 10 رقم باشه نامعتبر، درستش میکنم کد ملی معتبر، دوباره کد ملی باید 10 رقم باشه، باید که مثلا فقط یکی از عددش اشتباه باشه که باز نامعتبر به ما نشون میده. خیلی مخلصیم، سعی میکنم توی آموزش دیگه اگر که دوست داشتین حتما به هم بگین که با ولیدیشن فرم داخل فلاتر هم کار بکنیم و این متد که این تابع خیلی خیلی دوست داشتنی رو بیایم توش ایمپلیمنت کنیم. خیلی خیلی مخلصم، دوستتون دارم، موفق باشید.